أين الرجال؟ به نام الله، ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و کسانی بود که به ایشان پیروی کردند. شهادت می‌دهم که نیست معبود جز الله و محمد رسول اوست. امروز ما در درس چهارم برنامه کلام بی پایان عاید کلمه پاکیزگی صحبت خواهیم کرد. الله متعال میگوید در آنجا مردانی هستند که دوست دارند پاکیزه باشند و الله پاکیزگان را دوست می‌دارد. پاکی شرط قبول اسلام و این چنین شرط خواندن 2 رکعت نماز هنگام وارد شدن به اسلام است. پاکی یکی از شرط‌های طهارت برای خواندن نماز است. پاکی معنای پاکی قلب، لباس، بدن و جامعه را دارد. این چنین آن پاکی احکام، پاکی استنباط آنها و پاکی کامل در همه چیز می باشد. پاکی یکی از کلمه‌های بی‌پایان اسلام است. الله فرمود لباس‌هایت را پاکیزه کن. اجهل الکندی از اکرمه، او باشد از ابن عباس روایت کرده است که مردی نزد ابن عباس آمده او را در بابت آیت لباسهایت را پاکیزه کن پرسید. او در پاسخ گفت آن را با راه سرکشی و خیانت به بر نکن، یعنی آن را نپوش اگر آن آلوده گناه شده باشد. سپس اجهل الکندی گفت آیا سخنان غیلان ابن سلمه از ثقفی را نشنیده ای؟ الحمدلله من جامه ناپاک و آلوده گناه را نپوشیدم و نه با راه خیانت رومال را به سر پوشاندم. انسان پاک از طعنه نمی ترسد. انسان پاک کار خود را به طور بهترین اجرا می کند. خدا نیکو است و جز خیر را قبول نمی کند. و پاکی جامعه، اقتصاد، سیاست و هر نوع پاکی در صورت موجود نبودن جامعه اسلامی که در عقیده و احکام پاک است عملی نخواهد شد، زیرا او هیچ کس را در قبول حکم شریک خود قرار نمی دهد. الله گفته است و هیچ کس را در حکم خود شریک نسازد. حکم براری حق تنها الله است. پاکی این توحید الله در حکم براری می باشد. در آخر از الله برای گناه هایمان طلب مغفرت می کنیم. استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.